به قوشتپه خوش آمدید. اینجا جایی است که تاریخ، طبیعت و تلاش انسان در کنار هم جریان دارند. در این مستند، سفری کوتاه به دل بزرگترین پروژه آبیاری افغانستان خواهیم داشت. کانال قوشتپه یکی از بزرگترین و مهمترین کانال‌های آب در شمال افغانستان است. این کانال برای انتقال آب از دریای آمو ساخته می شود و در آینده هزاران هکتار زمین را سیراب خواهد ساخت. هدف این پروژه تبدیل زمین‌های خشک و بایر به زمین‌های حاصلخیز و زراعتی است. کار ساخت کانال قوشتپه در سال 1401 خورشیدی آغاز شد. این پروژه به 3 مرحله تقسیم شده است. مرحله نخست، شامل حفر بخش ابتدایی کانال و انتقال آب آزمایشی بود که در سال 2023 میلادی تکمیل شد. اکنون کار روی مرحله دوم و سوم جریان دارد که شامل توسعه مسیر کانال، ساخت بندها، پلچک‌ها و شبکه آبیاری می باشد. طول کامل این کانال حدود 285 کیلومتر است و پس از تکمیل می تواند بخش بزرگی از شمال کشور را زیر پوشش آبیاری قرار دهد. با بهره برداری کامل آن پیش بینی می شود صدها هزار شغل ایجاد گردد و تولیدات زراعتی چند برابر شود. گرچه این پروژه بزرگ دولتی است، اما مردم محلی نیز در بخش‌های مختلف همکاری داشته‌اند. در برخی مناطق، مردم برای پاککاری مسیر و نگهداری بخش‌های ابتدایی کانال سهم فعال دارند. قوشتپه تنها یک کانال آب نیست. این پروژه نماد امید، سازندگی و آینده‌سازی در افغانستان است. باشد که این تلاش بزرگ به خوبی تکمیل شود و نسل‌های آینده از برکت آن بهره‌مند گردند.